حقیقت رو پیدا کنیم. مثلا میپرسید به نظر شما این کار درسته یا این کار درسته؟ اگر من این کار انجام بدم بهتره یا این کار انجام بدم؟ در واقع همه ما توی این مسیر کارهایی که انجام میدیم برمیگرده به اینکه به چه چیزی باور داریم و اون باورهامون به حقیقت، به واقعیت مسیر زندگیمون رو مشخص میکنه. اگر با اون باورهاتون همه مسیر زندگیتون رو مشخص میکنه. باورمون اینه که این شیشه، حالا من دارم شیشه استفاده میکنم، معمولا لیوان پر لیوان خالی میگن، ولی من میخوام از شیشه استفاده بکنم چون که شیشه آب رو میتونه بفروشه، لیوان آب رو نمیفروشه. و ما توی نتورک مارکتینگ خرید و فروش محصول میکنیم. یه سری آدم‌ها میگن که این شیشه آب نصفش خالیه. حقیقتشون اینه که نصف این شیشه آب خالیه. بعضی از آدم‌ها میگن نصف این شیشه آب پره. حقیقت چیه؟ آیا این شیشه آب پره یا خالیه؟ ولی اگه نگاه کنید می‌بینید که حقیقت مطلق و واقعیت مطلق وجود نداره. هر کسی تصویر خودش رو از اون چیزی که حقیقت اسمش رو حقیقت میذاره داره. پس حقیقت واقعی وجود نداره. به خاطر همین من تو همه این تدریسایی که دارم توی این سری گذشته بهتون دادم و توی برنامه‌هایی که در آینده با هم کار می‌کنیم مدام بهتون میگم که اینی که دارم بهت میگم واقعیت نیست، حقیقت هم نیست. ولی امتحان کن، کار می‌کنه. تو حقیقت واقعی وجود نداره. و این یکی میگه این نیمه پره، یکی میگه این نیمه خالیه. هر دوی این دو نفر کاملا دارن واقعیت رو میگن، ولی هر دوی این حقیقت ها کاملا مخالف هم هستن. هر کدوم کاملا با درک اون یکی کاملا مخالفه و کاملا با هم متفاوت هستن. دو نفر وقتی با هم ملاقات میکنن حقیقتشون کاملا با هم مخالفه. شما میتونید انتخاب کنید که کدوم رو باور کنید. شما میتونید انتخاب کنید که این شیشه نصفش پره، یا میتونید انتخاب کنید که نصفش خالیه. که کدوم باور میتونید انتخاب کنید که کدوم باور و اعتقاد برای شما بهتره و کمکتون میکنه که زندگیتون به سمت جلو ببرید. کدوم یکی به شما کمک میکنه که به اونجایی که میخواید سریعتر برسید. کدوم باور؟ شیشه پر یا شیشه خالی؟ نیمه پر یا نیمه خالی؟ مطالعات علمی نشون داده آدم‌هایی که به خالی بطری رو می‌بینن اندیشمندان نادری هستن که نمیخوان آب خودشون رو، آب توی اون شیشه رو و شیشه آبشون رو به اشتراک بذارن. اینا اون کسایی هستن که نیمه خالی رو همیشه می‌بینن، چرا که هر کدوم از اونها از این میترسن که این شیشه نصفش خالیه الان و هر چه زودتر ممکنه که خالی بشه و اگر تموم بشه، اگر خالی بشه، اینا ترس‌هاشونه. ما از تشنگی میمیریم و به خاطر همین برام مهم نیست که اونی که الان به آب نیاز داره میتونه از این شیشه آب بخوره، ممکن است تشنگی بمیره، ولی من نباید از تشنگی بمیرم. پس این آب نیمه پر آب شیشه رو نگه میدارم برای خودم و با اون شیر نمیکنم. چرا؟ چون من فقط نیمه خالی شیشه رو میبینم. ولی یادشون میره وقتی که ما همه یه روزی میمیریم. anyways همه ما میمیریم. هر کاری بکنیم یا نکنیم بالاخره میمیریم. مطالعات نشون داده آدمایی که نیمه خالی بطری رو میبینن معمولا آدمایی هستن که به همه شک دارن و چون فکر میکنن که همه میخوان بطری آبشون رو ازشون بدزدن، یه جورایی به همه شک دارن، به همه مشکوک هستن، به کسی اعتماد نمیکنن و چون به کسی اعتماد نمیکنن خودشون هم آدمای قابل اعتمادی نیستن، چون همیشه دارن با ترس‌هاشون، شک‌هاشون، تردیدهاشون زندگی میکنن. مخالفشون آدم‌هایی هستن که نیمه پر بطری رو میبینن. این آدم‌ها از تفکرشون تفکر فراوانی هستش. این آدم‌ها مشتاق هستن که بطری آب خودشون رو با دیگران به اشتراک بذارن، هرچند که این بطری ممکنه نصفه باشه، ولی چون نصفه پر رو همیشه می‌بینن، همون نصفه پر رو هم حاضرن با دیگران به اشتراک بذارن و با بقیه قسمت کنن، چون باور دارن که هرچی آب بیشتری با بقیه به اشتراک گذاشته بشه و اونا لذت آب خوردن رو بچشن، قبل از اینکه این آب تموم بشه با کمک همدیگه میتونیم راه حلی پیدا بکنیم که آبهای بیشتری رو پیدا بکنیم در سطح جهان، در قسمت‌های مختلف جهان میتونیم آب پیدا بکنیم با کمک همدیگه در نقطه‌های مختلف، در سایر نقاط جهان میتونیم آب رو پیدا بکنیم و همه این سیاره رو از تشنگی نجات بدیم. پس ترس ندارن که آب رو در اختیار دیگران قرار بدن. ترس ندارن. اگر تنها چیزی که در وجودشون هست اینه که هر چه آدم‌های بیشتری بتونن از این بطری آب بخورن، بیشتر همه با همدیگه میتونیم دنبال آب بگردیم. بعد میتونیم با همدیگه ویدیو بذاریم، میتونیم با همدیگه وبینار بذاریم، سمینار بذاریم،
بعد میتونیم با هم دیگه شبکه‌های اینستاگرام بذاریم و در مورد اینکه چجوری میتونیم راه حل‌های پیدا کردن آب بیشتر توی شهر توی دنیا چیه و چجوری میتونیم با کمک هم دیگه آبهای بیشتری رو تو دنیا پیدا کنیم که همه دنیا، همه سیاره رو از تشنگی نجات بدیم و با هم دیگه این آب رو شیر بکنیم. شما کدوم هستید؟ فقط خودتون میتونید انتخاب بکنید. آیا آدمی هست که نیمه پر آب لیوان رو میبینه، یا شما آدمی هستی که نیمه خالی رو میبینه و فقط داره از ترساش میاد، با تردیدها و شکاش داره زندگی میکنه و به همه چی شک و تردید داره. من توی سالهای گذشته افتخار آشنایی و رفت و آمد و همنشینی و یادگیری با اساتید بزرگی، با آدم‌های خیلی زیادی رو داشتم که نیمه پر بطری رو همیشه می‌دیدن و به من یاد دادن که نیمه پر بطری رو ببینم. و این نیمه پر بطری یعنی اینکه آبی رو که دارم میخورم با همه شیر کنم و بعد به همه یاد بدم که اونا هم با همه شیر کنم و بعد با کمک همدیگه بتونیم بیشتر آب پیدا کنیم و همه این سیاره رو، همه این کره زمین رو از تشنگی نجات بدیم. این باور و این قول رو این آدما به جهان میدن که شما هم میتونید یک بطری پر از آب برای همیشه داشته باشید. ما هممون باور میکنیم، مایی که نیمه پر بطری رو میبینیم، ما هممون باور میکنیم که برای تک تک شما توی نتورک مارکتینگ این آینده وجود داره که شما هم میتونید هر کدومتون تا آخر عمرتون یه بطری پر آب داشته باشید. چون که باور داریم هر چقدر بیشتر بطری آب به اشتراک بگذاریم، افراد بیشتری پیدا میشن که جای آب رو پیدا کنن و با دیگران به اشتراک بذارن. فرصت به من دادید که بتونم این افتخار رو داشته باشم، این آنر رو داشته باشم، بتونم توی زندگی شما و توی خوشبختی های شما و توی جایگاه هایی که توی زندگی دارید و اون جاهایی رو و اون تفاوت هایی رو که تک تک شما قراره توی آینده کشورتون، توی آینده خانواده‌تون، توی آینده جامعهتون ایجاد بکنید، نقشی هر چند کوچیک داشته باشم، بهتون افتخار میکنم. بعد این رو با دیگران شیر بکنید و اونا هم بتونن به اون آرامش و به اون خوشبختی و به اون لذتی که اومدیم که زندگی کنیم و به اون لذت برسیم، شما هم برسید. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که بازم فرصتی بشه در کنار همدیگه باشیم. امیدوارم که بتونیم کارهای بزرگ با هم انجام بدیم. امیدوارم که ببینمتون که روی استیج ها قله‌های بزرگ بیزنس و زندگی رو دارید فتح می‌کنید و یه روزی به من پیام بدید بگید من همونیم که اومده بودم توی سمینار شما. واقعا این منو خوشحال می‌کنه. هر جای دنیا که هستید شب و روزتون بخیر. توی کانال تلگرام می‌بینمتون. با امید روزهای روشن. خدا نگهدار.